با سلام خدمت شما عزیزان. دست همتون درد نکنه که از حلمای عزیز من تا به الان حمایت کردید. دست تک تکتون رو میبوسم. حلمای من الان 1 ماهیه که تو بیمارستان قدس قزوین قسمت PICU بستریه. اما در مورد این آقای افشانی دستشون درد نکنه، حلما رو حمایت میکردن، حلما رو در اصل همه به خیلی معرفی کردن. ولی من در مورد پستایی که میذاشتید میگفتید که باید این پولا بیاد به حساب خود حلما. خب منم نظرمو به آقای افشانی گفتم که در موردش به آقای افشانی گفتم که این پولا باید اگه میشه شماره حساب خود حلما رو بذارید. چیز بدی نگفتم. آقای افشانی در جواب به من گفتن نه ما نمیتونیم این پولا رو به حساب خود حلما واریز کنیم. دوستان نگاه کنید، خیلی واقعا رو فشار روی مامان حلما هستش، اصلا نمیتونه صحبت کنه. اگه اجازه بدید من براتون توضیح میدم. میگی؟ خب بگو. من نمیتونم نسبت به نظرات مردم که تا الانم که همه مردم تا اینجام حلما رو فقط مردم حمایت کردن، یه ارگان دولتی کسی به غیر از مردم حلما رو حمایت نکردن که بخوام نسبت به نظرات مردم بی توجه باشم. که آقای افشانی به من برمیگرده میگه شما به حرف مردم توجهی نداشته باش. من نمیتونم این کارو کنم عزیزان، من نمیتونم. حلمای من وقت زیادی نداره. آقای افشانی میگم آقای افشانی حلمای من وقت زیادی نداره. میگه من کارهای بزرگتری میکنم، کارهای بزرگ به کار آقای که برنامه خانم خورشید بود بهشون میگم که کار بزرگ یعنی این. آقای افشانی ازتون انتظار داشتم که لااقل حلمای منو تو یه دونه از این برنامه‌ها میبردید، معرفی میکردید براش. به هیچ کدوم از وعده‌هاش عمل نکرد. بعد در مورد چکایی که مینویسه و میذاره 1000 تومان از این پولا به حساب حلما واریز نشده عزیزان. مردم جای سوال بود براشون این چکایی که آقای افشانی استوری کردن چی شده. این آقا میگن ما پولا رو از حساب درآوردیم که دولت بلوکه نکنه. اول که ما از انجمن دیستروفی ما مجوز داریم که کمپین بزنیم و از مردم به حساب خود حلما پول جمع کنیم. این آقا روزی که شروع کردن به حمایت حلما خودشون بدون اطلاع ما شماره حساب خودشون رو گذاشته بود و ما وقتی ازشون پرسیدیم گفت به خاطر اینکه مردم حمایت کنن و در نهایت این پول برای حلماست. ما هم به خاطر حرف ایشون گفتیم خب ایشون بازیگر این مملکت، امکان نداره بیاد بخواد از یه بچه مریض سوء استفاده کنه. ما الان هم نمیگیم ایشون سوء استفاده کرده، ما فقط حرف مردم رو به ایشون انتقال دادیم. به ایشون گفتیم مردم میگن چرا پول به حساب حلما نیومده، این چکا چی شده. ما اینو از آقای افشانی خواستیم که به مردم توضیح بدن. آقای افشانی شروع کردن به تهدید ما که آره من این پولو میبرم میریزم به حساب دولت و اینجور حرفا. مگه این پول برای دولت جمع شده؟ این پول مگه به اسم حلما جمع آوری نشده؟ مردم هر کدومشون به یه نیت خاصی، نیت قلبی خودشون این پولو به حلما دادن. چرا آقای افشانی تق به توپی میخوره میگه من این پولو میریزم به حساب دولت؟ دولت تا حالا برای بچه‌های ما چیکار کرده؟ تا به الان هیچ کاری، هیچ قدمی برای این بچه‌ها بر نداشته. این بچه‌ها وقتی ندارن. بله. خواهشاً خودتون قضاوت کنید. نگاه کنید بعد آقای افشانی چند تا گل به ما دادن. نگاه خیلی گفتن چرا مامان حلما تو لایو اولی که ما با آقای افشانی گذاشتیم گفتن چرا مامان حلما خوشحاله عوض اینکه ناراحت بشه بچهش مریضه. آقای افشانی وقتی به ما رسیدن گفتن ما یه خبر خوب براتون دارم. یه نفر از آمریکا از آشناهای خانم جودکی با ما تماس گرفتن، گفتن من 100 میلیون امشب برای حلما واریز میکنم، تمام مخارج حلما هم به عهده من. اینو گفتن. خب مادر حلما خیلی خوشحال بود برای اینکه بچه‌اش داره به درمان نزدیک میشه، داره به درمان میرسه، سلامتیشو به دست میاره. ولی بعد چند روز که ما از آقای افشانی پیگیر شدیم آقای افشانی چی شد؟ گفتید که از آمریکا میخوان حلما رو حمایت کنن، تمام پول حلما رو بدن. گفتن اون پیج فیک بوده.
این جوابی بود که به ما دادن. بعد گفتن من از بازیکنای پرسپولیس میخوام پیرنشون رو امضا کنن، پیرن قهرمانیشون رو بدن به هلما. بازم این کارو نکردن. گفتن از بچهای فولاد میخوام حمایت کنم، باز این کارو نکردن. خیلی گلا به ما دادن آقای افشانی، دستشون هم درد نکنه. ما نمیگیم ایشون کاری کردن با این پولا یا میخوان چی کار کنن. ما فقط حرف مردم رو به ایشون انتقال دادیم. گفتیم بابا ما جواب مردم رو چی بدیم؟ مامان هلما اینو گفت بهشون. ایشون هم گفتن مردم رو ول کنید. مگه میشه مردم رو ول کرد؟ مگه شما مردم نبودید که این پولو برای هلما ریختید؟ خودتون اومدید دایرکت مامان هلما، به خدا بالای 1000 تا دایرکت بیشتر هستش که گفتن چرا پول تو حساب هلما نیست؟ هلما همین الان به این پول احتیاج داره. نگاه کنید خدای نکرده اگه هلما ترک بشه نزدیک 60-70 میلیون فقط پول دستگاهاش میشه که باید براش خریداریش بشه تا هلما بتونه نفس بکشه، تا بتونه زنده بمونه، تا به درمان برسه. آقای افشانی میگن نه این پول فقط برای داروه. آقا این بچه اگه دستگاه نداشته باشه نتونه زندگی کنه، پس چه دلیلی داره ما بیایم برای این دارو پول جمع کنیم؟ میگن نه اشتباه شماره حساب بچه ها رو گذاشتن. بچه ها این همه بازیگر دارن از بچه های دیگه حمایت میکنن، کار اونا اشتباه نیستش. آوردن تو برنامه حالا خورشید محمد پرهام چند روز دیگه داره میره برای درمان. اون کار آیا اشتباهه؟ همه مملکت ما اشتباه میکنن، فقط آقای افشانی دارن درست میگن. ما فقط خواستیم مردم رو قانع کنن و همه این اتفاقا هم از 4-5 روز پیش شروع شد. ما تا 4-5 روز پیش خیلی هم ازشون تشکر میکردیم، ما هیچ بی احترامی بهشون نکردیم، همین الان هم هیچ توهینی بهشون نشده. فقط اسمسی که بابای هلما نوشته برای آقای افشانی که چیز شده اونم حتما میذارم که مردم ببینن که واقعیت رو ببینن. من دروغی ندارم، برای من هیچی مهمتر از زندگی هلما نیست که بخوام بیام بازی دراریم و اینا. بعد اینکه این آقای افشانی نگاه کنید، ما به آقای افشانی فقط همین گفتیم شما مردم رو قانع کنید. بعد این دوست صمیمی خودشون پسر سفیر که اسمشون ساشا صبحانیه، ایشون یه لایو گذاشتن گفتن آقای افشانی نمیدونم سایت گمار دارن، نمیدونم با پولایی که کمپین میزنن دارن خوشگذرونی میکنن. مردم هم خب بالاخره حق دارن که بدونن این کمکایی که کردن از 1000 تومن بگیرید به بالا مردم ما کمک کردن. بعد ببینید یه نفر که تمام داراییش اون 1000 تومنه چقدر از خودگذشتگی داره که اونو برای درمان هلما بخشیده، از خودش گذشته، اون پولو داده. این پولدارای ما کمک نکردن یا مثلا هیچ ارگانی کمک نکرده، هیچ خیریه‌ای کمک نکرده. این مردم بودن، مردمی که از قشر خود ما بودن، قشر ضعیف جامعه بودن، از جیبشون، از سفرهشون، از تنشون، از مالشون زدن برای درمان هلما. ما هم به این آقا گفتیم شما درست میگید میخواید حمایت کنید، ما که نمیگیم حمایت نمیکنید. چرا نمیاید شماره خود هلما رو بذارید که مردم بیشتر اعتماد کنن؟ مردم حق دارن، به خدا مردم حق دارن که بدونن پولشون چی میخواد بشه. ما داریم میگیم ما جواب مردم رو چی باید بدیم، ولی ایشون میگن نه، خیلی راحت میگن مردم رو ول کنید. اصلا با مردم آره، در صورتی که این پول خود مردم دادن. مگه آقای افشانی از جیب خودشون دادن این پولو که میگن به مردم اعتنا نکنید؟ خیلی اومدن گفتن کارتون درسته که میخواید پول هلما، یعنی خود اصلا مردم گفتن، خود مردم به مامان هلما گفتن. ما اگه بخوایم دایرکتای مردم رو استوری کنیم به خدا بالای 1000 تا میشه که گفتن این پول باید تو حساب خود هلما باشه، باید برای هلما هزینه بشه، هلما زنده بمونه تا به درمان برسه. ولی آقای افشانی میگن نه این پول دست خودشون باشه این پول دست خودشون باشه. و چرا مردم رو قانع نمیکنن؟ چرا یه چیز قانع کننده نمیگن؟ چرا پولو از حساب خارج کردن؟ چرا نذاشتن پول تو حساب بمونه؟ آیا کار آقای افشانی قابل اعتماده که پولو از حساب خارج کرده؟ والا قابل اعتماد نیست. ما هم نگاه کنید، میگم جواب مردم رو بدید. شما الان بیاید یه جواب قانع کننده به ما مردم بدید. ما این چیز زیادی نیست که از آقای افشانی خواستیم که اومدن
یه کلیپ ساختن، به بابای سیدروهام توهین کردن، به مامان علی کوچولو توهین کردن که این پولا آره توی حسابای خودشونه، نمیدونم کسی نیست حساب ازشون پس بگیره. نمی‌کنین سیدروهام پولش کامل رسیده به انجمن دیستروفی و همین روزا تکلیف اون پول مشخص میشه. مامان علی کوچولو جز انجمن دیستروفی نبوده و خودشون تصمیم میگن. مطمئن باشید مامان علی کوچولو هم هیچ وقت قرونی از اون پول برای خودش بر نمیداره، چون بچهش این بیماری رو داشته، رنج و سختی بچهش رو دیده. اون پول برای این جور بچه‌ها جمع شد. اول که برای علی کوچولو میخواستن جمع کنن، ولی چون برای علی کوچولو استفاده نشد، 100% شما مطمئن باشید این پول برای بچه‌هایی که SMA دارن خرج میشه. شما حرفی دارید آقا محمود؟ بفرمایید. اجاره من پریروز تماس گرفتم با افشانی که قرار شد خبر بهشون بدیم که حمایتشون ادامه بدن یا ندن، که تماس گرفتم، تماس ما رو جواب ندادن. یه پیام فرستادم واسهشون که آیه افشانی که دیگه نیاز نیست از حلما شما حمایت کنید. به گفته خودشون هم که اگه من حمایتم رو بردارم، اون مبلغی که جمع شده رو میبرم دادسرا، اونجا به صورت قانونی تحویل میدم اونجا، شماره پروندهش رو به شما ابلاغ میکنن. که من بهشون گفتم که با همین کار بکنیم، که همزمان با همین کار انجام بدیم، اونجا مشکلی نداره، قانونی پیش بریم. که دوباره دیروز باشون تماس گرفتم، دیروز گوشی رو جواب دادم، گفتم آقای افشانی قرار شد شما حمایتتون رو بردارید که ظاهرا تا الان بر نداشتید. که فرمودن آره من شنبهش هم نگفتم، گفتن بله من حتما این کار انجام میدم به صورت قانونی، نیازی هم نیست شما بیاید، من خودم به شخصه این کار انجام میدم. شماره پرونده رو با مقدار مبلغ واریزی رو به شما ابلاغ میکنم. که همینجوری مونده فعلا. منم حقیقتش با یه وکیلی صحبت کردم که حالا کارهای قانونی خودم انجام میدم، حالا هرچی قانونش باشه، اگه تونست تحویل دادگاه بده میتونه. تعلق به بچه من، اون پول متعلق به بچه منه، مردم اونو به نیت بچه من واریز کردم به حسابم. بله نگاه کنید، خیلی هم میگن بازیگرا و ورزشکارا اگه اعتماد نداشتن استوری آقای افشانی نمیذاشتن. نگاه کنید آقای افشانی خودش تا حالا یه پست دائم برای حلما نذاشته، فقط استوری گذاشتن ایشون. ولی بازیگرای دیگه از بچه‌هایی که دیگه دارن حمایت میکنن پستاشون رو گذاشتن و همه با پست دارن از اون بچه‌ها با شماره حساب خود بچه‌ها حمایت میکنن. ولی چون آقای افشانی خودش استوری گذاشت، بقیه هم فقط یک روز استوری آقای افشانی رو گذاشتن. و چرا بچه‌های دیگه دارن دائم حمایت میشن، ولی حلمای ما فقط یک روز از طرف هر کسی حمایت شد. بعدش تا ما خودمون نمیگفتیم آقای افشانی فقط یه هفته اول خودشون دائم استوری میذاشتن، کامنت های مردم، دایرکت های مردم رو استوری میذاشتن. بعد از اون خود ما بودیم که به آقای افشانی میگفتیم آقای افشانی میشه استوری بذارید، یا اصلا آقای افشانی تو این مدت یک بار زنگ نزده حال حلما رو بپرسه. حلما الان نزدیک یک ماه بیمارستان، یک بار نیومده حلما رو ببینه، با حلما ملاقات داشته باشه، بیاد بگه حال حلما چطوره. ایشون درست دارن از بچه ما حمایت میکنن. آیا نباید همه جوره وقتی که ایشون مسئولیت اینو به عهده گرفتن که پول تو حسابشون باشه، نباید همه جوره از حلمای ما به همه اطلاعات بدن، بگن حال حلما چطوره؟ نباید بگن حلما زودتر باید درمان بشه، نباید بگن حلما داره اگه نتونه با بینیش نفس بکشه باید ترک بشه، گلوی بچه باید جراحی بشه. خیلی گلا دادن و انجام ندادن. اگه شما با جای مامان بابای حلما بودید، آیا اعتماد میکردید دوباره با این همه حرفی که مردم میزنن میگن باید این پول تو حساب مردم باشه؟ به خدا نزدیک بالای 1000 تا دایرکت هستش که میگن این پول باید توی حق با شماست، این پول باید تو حساب حلما باشه. فقط 7-8 نفر هستن که میگن نه آقای افشانی داره درست میگه اینا. چرا ما باید اکثریت رو ول کنیم به حرف 2-3 نفر باشیم؟ آقای افشانی اگه واقعا میخواستن حمایت کنن، اگه واقعا دوست دارن حلما درمان بشه، چه فرقی میکنه به حساب خود حلما باشه یا حساب خودش؟ حساب حلما رو میذاش خودش پیگیری میکرد. به قول خودش نگاه کن، ایشون به ما روز اول گفتن حلما دکتر آینده است و اینا حتما باید درمان بشه.
بعد الان حرف از این میزنن که هلما نمونه، از مرگ دور جون از مرگ هلما حرف میزنن. ما امید داریم، ما امید ما رو ایشون دارن ناامید میکنن. ما امید داریم که هلما 100% خوب میشه، درمان میشه. همه مردم میان میگن هلما ایشالله خوب میشه. ما امید داریم، ایمان داریم به خوب شدن هلما، ولی ایشون فقط و فقط دارن از مرگ هلما حرف میزنن دور از جونش. ما این پیشنهادم بهش کردیم به گفته خودشون، یکی دو تا وایس که فرستاده بود تو اونام هستش، من وایساشم میذارم مردم گوش کنن. برگشت گفتش که میتونید شماره حساب هلما رو هم همزمان بذارید. من این پیشنهادم بهش گفتم آقای افشانی اگه میشه هم شماره حساب خودتون رو بذارید هم شماره حساب هلما رو. حتی با اینم مخالفت کردم. من نمیتونم نسبت به نظرات مردم بی تفاوت باشم. مردم برای من خیلی عزیزن. من از همه مردم عذرخواهی میکنم، ببخشم مردم، منو واقعا ببخشم. من انتخابم اشتباه بود در مورد آقای افشانی، خیلی اشتباه کردم. بله اگه ایشون راست خیلی اشتباه کردم. اگه ایشون راست میگن که باید پول تو حساب باشه، به پول دست نزده بشه، تا اگه برای هلما این پول استفاده نشد برای بچه دیگه باشه، چرا پس خودشون از حساب خارج کردن؟ چه دلیلی داره که این پول خارج کنن بگن تو منزلشون نگهداری میکنن؟ همچین چیزی مگه میشه؟ نگاه کنید الان آقای افشانی یه استوری گذاشته که تا امروز پول جمع بشه، در صورتی که ما گفتیم دیگه ایشون حقی ندارن به اسم هلما پولی جمع کنن به حساب خودشون. چند بارم اطلاع رسانی کردیم فقط به اسم خود هلما دیگه کمکاتون رو بریزید. چرا شما دارید بی دلیل قضاوت میکنید؟ چرا میگید حق با آقای افشانیه؟ اگه حق با آقای افشانیه چرا ایشون پول از حساب خارج کردن؟ چه دلیلی دارن که چه کاری که میکشیدن روی اسم که برای چک بوده در وجه کی بوده، چرا همیشه اونا رو پنهون میکردن؟ خیلی‌ها فکر میکردن این چکا به دست هلما رسیده، به دست خانواده هلما رسیده. ما جز انجمن دیستروفی هستیم. همه بچهای SMA که الان کمپین دارن جز انجمنن و مجوز دارن برای پول جمع کردن که اگه خدایی نکرده برای این بچه‌ها پول استفاده نشه میرسه به بچهای دیگه به هر دلیلی. حالا انشالله هلمای ما شفا بگیره، انشالله خدا خودش به هلمای ما نظر کنه، هلما شفا بگیره، به این پول احتیاجی نباشه. با کمال میل مامان بابای هلما این پولو به یه بچه دیگه تقدیم میکنن. چرا آقای افشانی الان به راحتی داره در مورد مرگ دور از جون در مورد مرگ هلما داره حرف میزنه؟ اگه شما که به ما گل دادی هلما رو درمان میکنی، هلما رو میبرم 2 ماه، گفتن هلما رو 2 ماه من میبرم، همه استوریاش هم هستش، همه مکالمات ما هم هستش. ایشون میگه مکالماتشون با ما ضبط شده، ما هم داریم همه رو. بله ما هم داریم همشو. چرا آقای ما همیشه ازشون تشکر کردیم، تا امروز ما توهینی به ایشون نکردیم. چرا ایشون برداشتن یک کلیپ ساختن به خانواده صدروهاما علی کوچولو توهین کردن؟ یکی اومده میگه فریها اصلا مجوزی از هیچ جایی نداشتش، فریها اصلا SMA نداشتش. بچهای SMA مجوز دارن و این پول رو نمیتونن دست بزنن، فقط برای درمان بچهشون، فقط برای این بیماری میتونن دست بزنن به این پول. غیر از این درمان، غیر از این بیماری نمیتونن قرونی از این پول بردارن. چرا ایشون میگن خانواده هلما میخوان سوء استفاده کنن؟ اگه ما قرار بود سوء استفاده کنیم از اول نمیذاشتیم این آقا به حساب خودشون پول جمع کنن. این آقا یه جور دیگه وارد عمل شدن، الان یه چیز دیگه دارن میگن. این آقا به ما هزاران گل دادن. من خودم اونجا بودم که آقای افشانی گفتن آره امشب یه نفر 100 میلیون میریزه، بقیه هزینه درمان هلما رو هم گفتن که میدن. مامان هلما از خوشحالی تو پوست خودش نمیگنجه، نمیدونست چیکار کنه، انقدر خوشحال بود. همه میگفتن چرا مامان هلما انقدر داره میخنده، به خاطر این خوشحال بود، دلیل خندش این بود. ولی بعداً به ما میگن اون پیج فیک بوده. به ما گفتن از طرف خانم جودکی بوده، بعد میگن اون پیج فیک بوده. چجوری؟ اون آقا میگه اون آقا یا خانومی که تو آمریکا بوده گفتن، اول به ما گفت تماس گرفتن، بعد به ما گفتن نه اون پیج فیک بوده. چجوری با پیج تماس گرفتن؟ نشون داد بله اصلا به ما نشون دادش همه چیزا رو، دایرکت هایی که براشون فرستاده بودن هر کسی یا صحبت هایی که شده بود.
به ما گفتن پرسپولیسیا رو میرم چیز میکنم، حمایتشون رو میگیرم، ولی انجام ندادن. ما هی گلایی که ایشون گفتن رو توی کمپینمون گفتیم ولی هیچ کدوم انجام نشدن. کسایی که تو کمپین هلما تو تلگرام هستن در جریان هستن که ما همه اینا رو توی کمپین گفتیم. کدومشون آقای افشانی انجام دادن؟ میگن خدا بزرگه. توی تمام متنایی که برای ما فرستادن نوشتن خدا بزرگه. درسته خدا خیلی بزرگه ولی احتیاج به همت داره، احتیاج به تلاش شبانه روزی داره. آقای افشانی فقط جز استوری چه کار دیگه ای کردن؟ فقط استوری گذاشتن. آی جای پیگیر بودن، به ما گفتن اگه تجمع بشه من حتما شرکت میکنم. مامان هلما بهش پیام داد آقای افشانی میخوایم تجمع کنیم. گفت شما برید. شاید من شرکت کردم. وقتی شما به ما قول میدید میگید من میام، شما که میگید پشت سر هلما، برای چی زیر تمام حرفاتون زدید؟ آقای افشانی مردم رو قانع کنید، منو قانع کنید. من چجوری اعتماد کنم این پولی که از حساب خارج شده بعدم واقعا برای هلماست؟ من چجوری اعتماد کنم شما مامان هلما بابای هلما چجوری اعتماد کنه که شما واقعا دارید برای بچه‌اش کار انجام میدید؟ مردم به خدا به مامان هلما گفتن شما هویتتون نامشخصه، شما دستتون خودتون با آقای افشانی توی کاسه است. اصلا هیچ اعتمادی به کمپین هلما نداریم. زنگ زدن، اینا رو زنگ زدن به خود منم علنا گفتن. ولی یه پیامم برای خود آقای افشانی دارم. شاید آقای افشانی هنرمند باشه فیلم بازی کنم، ولی آقای افشانی برای بچه مریض من نمیتونی فیلم بازی کنی. آخه درسته الان آقای افشانی خیلی آدما رو نسبت به هلما بی اعتماد کردن. هلما کلا رفت تو حاشیه. الان این همه کمپین هستش، کدومشون انقدر حاشیه دارن؟ همشون هم دارن به خوبی پیش میرن، به خوبی جلو میرن، ولی به قول خود ما این همه بازیگر، این همه فوتبالیست از هلما حمایت شده، همش باید 140 میلیون جمع شده باشه برای هلما. من تو حساب خود آقای افشانی اونم تو حساب خود آقای افشانی. قرونی از این پول به حساب هلما نیومده، پولی که از حساب آقای افشانی جمع شده. نگاه کنید شما که میگید افشانی بیکار نیست بیافته دنبال کار ما، خود ایشون گفتم من از 0 تا 100 همراه هلما هستم. کسی که میگه من باید شماره حساب من باشه، آیا نباید پیگیر باشن؟ چرا شما دارید ناعادلانه قضاوت میکنید؟ آیا ایشون نباید یک بار زنگ بزنن به هلما، چه به مامان هلما بگن حال هلما چطوره؟ نباید یک بار بیان بیمارستان؟ تو هم نمیذارن برن همون جلوی بیمارستان یه دونه استوری بگیرن، همون بذارن بگن ما الان پیش هلماییم، حال هلما اینجوریه؟ ایشون مگه نگفتم ما میریم قزوین پیش هلما؟ آیا اومدن پیش هلما قزوین؟ ما از مردم هیچ طلبی نداریم. نگاه کنید مردم خودشون دوست داشتن به هلما هدیه دادن یا از هلما حمایت کردن، چه مادی چه معنوی. این چه حرفیه که شما میزنید؟ خود مردم، نگاه کنید مردمی که الان همینجان، کسایی که تو دایرکت ما چیز میکنن همینجان، خود این مردم میگن چرا پول توی حساب هلما نیستش، هلما به این پول احتیاج داره. نگاه کنید شما تو دایرکت بودید که ببینید آقای افشانی حالش رو پرسید. همیشه خود ما بودیم که از حال هلما خبر میدادیم بهشون. سلام. سلام، خسته نباشید. سلام میکنم به مادر هلما و پدر هلما و کسایی که داره این لایو رو داره میبینن. خب من اصلا از کار آقای افشانی هم تقدیر میکنیم هم تشکر و بله، وقتی زمانی که این پولو که گرفتم بعد احساس مسئولیت بکنم و کامل پیگیر این داستان باشم. فکر نمی‌کنم با چند تا پرسپولیس و اینا نتونه بگیره، چون اصلا خیلی کار کوچیکی نیست. ایشون یه هنرمنده و میتونه این کار بزرگ رو انجام بده و تمامی پرسپولیس‌ها استقلالی و ورزشکارام حمایت میکنن که معلومه چرا حمایت نکردن از این داستان. خب این آقای افشانی حالا خودش جوابشو میده، من نمیتونم قضاوت بکنم. من از پدر هلما یه سوال دارم. لطفاً من یکی از حامیای مالی هلمام هستم و حمایت میکنم تا توانی که دارم از شما و خانواده شما حمایت میکنم تا اونجایی که وسعم برسه.
یعنی تا آخرش هم هستم چون خودم فرزند دارم. فقط من یه سوال دارم از پدر هلما، میشه بپرسم تا الان چقدر جمع شده و چقدر کم الان از این باقی مانده این پول هست؟ نزدیک حدود 40 میلیون تو حساب خود هلما هستش. حسابی که تو حساب آقای افشانی مال من اصلا نمیدونم چقدر هستش. اصلا بگو به ما یعنی نه. بعد آقای افشانی شما میتونید این البته مطمئن هستم که بعد از لایو شما آقای افشانی هم واکنش نشون میده. بله. ما هر روز تماس میگیرم باش، دیروز تماس گرفتم باش، پریروز تلفنی باش صحبت کردم. ایشون فقط میگن من کنار بکشم، فقط پولو میبرم دادگستری اونجا تحویل میدم، اونجا قانونا میرم کنار. خب شما میتونید اینو قانونا پیگیری بکنید. میگم تو جایگاهی نیستم که بتونم قانونا پیگیری کنم، با یه وکیل تو جایگاهی نیستم که چیز بکنم. من فقط میگم این حاشیه سازی‌ها فقط داره به ضرر هلما داره تموم میشه. بله. من زمانی نداره تمام این حاشیه، چون حالا ما اگه بخوایم بیام تو این حزب باشیم یا اون حزب باشیم، خب تو این حزب باشیم یا تو اون حزب باشیم، کی برنده است کی بازنده است، خب هیچ سودی نداره. فقط این که اون هلما رو تخت بیمارستان، خب هر روز باید چی میگن مشاهده این حالت بدش باشیم که خدا کنه به حق 5 تن آل عبا بتونیم یه خبرهای خوشی از مادر هلما تو این استوریاش ببینیم. البته منم بیکار، به قول شما بیکار نیستم، وقتمو بذارم برم دیگه بچسبم به آقای افشانی چیکار کردی این کارو. نه احسن. البته من بعد اینکه با شما این استوری قطع شد دوباره تماس تلفنی دارم که بتونم یه هزینه دیگه واریز کنم به حساب شما. نگاه کنید آقا، میدونید مامان هلما به آقای افشانی چی گفتن؟ مامان هلما به آقای افشانی گفتن آقای افشانی فقط به من یه جواب بدید. در جواب لایو دوستشون که گذاشتن ساشا صبحانی گفتن در جواب لایو ایشون به من یه جواب قانع کننده بدید من مردم رو توجیه کنم. ولی آقای افشانی جبهه گرفتن، شروع کردن به تهدید مامان هلما. آره من پولو میبرم میریزم به حساب دولت و نمیدونم از این حرفا. مامان هلما حرف بدی نزده. به نظر شما این حرف بده که میگن آقا بیاید این مردم رو توجیه کنید؟ آیا غیر از اینه شما مردم خودتونید که دارید به هلما کمک میکنید؟ غیر از این چیز دیگه ای هست؟ آیا سران مملکت ما تا حالا کمک کردن به هلما؟ آیا مسئولی کمک کرده به هلما؟ نه به خدا. همه این پولو خود مردم، به خدا همه فیشاش هم برای ما فرستادن. همه فیشایی که مردم برای آقای افشانی از 1000 تومان به بالا تا 3 میلیون پول ریختن برای آقای افشانی هستش. فیشاشو برای مامان هلما فرستادن. مامان هلما فقط گفتن به ما یه جواب قانع کننده بدید که ما مردم رو قانع کنیم که سوء استفاده نمیشه از اعتمادشون، سوء استفاده نمیشه از پولی که بخشیدن به هلما، هدیه دادن به هلما. نگاه کن اون کسی که از 1000 تومنش میگذره تمام داراییش اون 1000 تومن، پس دل خیلی بزرگی داره که از اون 1000 تومنش میگذره دیگه. درسته؟ حالا ببین من واقعا حالت روحی مادر هلما و پدر هلما رو درک میکنم. خب اگر میخوام از به حق صحبت بکنم، خب واقعا خودم وارد این حاشیه‌ای که اتفاق افتاده شایدم توش هیچ از دو طرفش قصد و غرضی نباشه. حالا من الان اگه من بخوام این صحبت رو بکنم، من با مادر هلما تو اینستاگرام در تماس هستم، اگه خودشون هم بپرسید. فقط من اگر الان با هلما آشنا شدم یا علی کوچولو، من واقعا از داستان علی کوچولو که واقعا ناراحت شدم. ولی من تا الان اگر کمکی تونستم واریز بکنم یا مردم تونستم واریز بکنن، یکی از خودم من از طریق پست آقای افشانی تونستم. خب ما هم میگیم که ما ممنونیم از ایشون. ما که نمیگیم، ما که داریم میگیم ما ممنونیم واقعا. با مادر هلما آشنا شدم. خب بعضی اوقات من یک مقدار واریز حساب آقای افشانی کردم، بعد اونجا چون میخواستم لحظه به لحظه از نتیجه هلما در جریان باشم یا نه از طریق محل کارم پولی جمع کنم که واریز به حساب هلما بکنم، خب خودم هم سوا صحبت کردم. ولی بالواقع اگر بخوام جای حق حساب بکنیم، من از طریق پست آقای افشانی با هلما آشنا شدم. اینو نه از نگاه این که از آقای افشانی حمایت کنم، نه از طرف حق این حرفو من زدم که شما بدونید. خب بله. نه این که بدونم. ولی از این حاشیه که اتفاق افتاده بسیار ناراحتم و این حاشیه بازم داره عرض میکنم تنها خب
به ضرر هلماس. مطمئن باشید بعد از لایو شما واکنش آقای افشانی هم هست، جای شک نیست. درست میگم این حرفو؟ بله. حالا به جایی که ما بیایم این حاشیه رو از بین ببریم، آقا بنا به این دلیل بنا به اون دلیل داره این تنش ایجاد میکنیم، خب با گذاشتن لایو، حالا چه از طریق آقای افشانی باشه چه از طریق خانواده هلما، خب این تنش داره ایجاد میشه. خب حالا بعضی از مردم هم میان فکر میکنن که آقا چه اتفاقی افتاده چه اتفاقی نیافتاده، کی راست میگه کی دروغ میگه. اگه خدای حرف من غیر از حق شما خودتون بفرمایید. نگاه کنید ما الان داریم میگیم، نگاه کنید آقا ببینید ما داریم میگیم که درسته آقای افشانی هلما رو شناختوندن به همه، ما منکر این نیستیم، همیشه هم ازشون تشکر کردیم. ایشون بودن که میگم شروع کردن، ما فقط از ایشون خواستیم یه جواب قانع کننده به مردم بدن، یه جواب قانع کننده بدن که مردم بگیم بابا به این دلیل به این دلیل به این دلیل به آقای افشانی ما اعتماد داریم، شما هم اعتماد داشته باشید، مطمئن باشید این پول برای هلما خرج میشه. ولی ایشون گفتن مردم رو ول کن. مگه ما میتونیم مردم رو ول کنیم؟ مثلا به حرف مردم اعتنا نکن. من از این ناراحت شدم چون که تا الان هلمای منو فقط مردم حمایت کردن. نه اول خدا بوده تا مردم. این پولو دادن با یه نیت قلبی دادن که من نمیدونم تو چه راهی. به هر حال من خیلی برای مردم احترام قائلم که آقای افشانی برمیگرده میگه به حق مردم اعتنا نکن. این خیلی ناراحتم کرد. بس که همین تقشی به تو میخوره میگه من اینو میبرم میذارم حساب دولت. ما به ایشون توهینی نکردیم، ایشون برداشتن یه من نمیگم که من که عرض نکردم که شما توهین کردید، که نه توهینی نشده از طرف شما. بله شما ناراحت شدید از این پیامی تصویری که آقای افشانی گذاشتن. خب حتی من پیام تصویری رو دیدم، خب معلومه اصلا فکر خودم مشغول شد، نه اینکه بگم که چون آقای افشانی گفته، نه. خب آدم فکر و خیال میکنه، خب نه به خاطر خانم، چون مردم براشون سوال میشه که آیا این آقای افشانی راست میگه یا دروغ. خب الان اینایی که دارن فوش میدن مینویسن نمیدونم هر چیزی که دارن مینویسن، نگاه کنید صبر کنید من جوابشون رو بدم. صبر کنید. مامان هلما انقدر تحت فشار خیلی زیادیه، شما نمیدونید مامان هلما جز هلما 2 تا بچه دیگه داره، یه بچه 2 ساله داره. اون بچه انقدر کم بوده محبت داره تو این چند روز. مامان هلما همش تو بیمارستان بوده، درسته با اینکه نمیذارن بره بالا سر هلما ولی از بیمارستان تکون نخورده. یه پاش تو بیمارستان بوده، یه پاش اومده به خونه به بچه سر زده دوباره رفته. بعد الان میگن به من میگن کلاش نمیدونم چی و از این حرفا میزنن، آتیش بیار معرکه. من خاله هلما هستم، من دارم میبینم مامان خواهرم داره چه چیز زجری میکشه، چه عذابی میکشه. شما از چی میدونید که بچه‌ای که تراک به گلوش وصل بشه چه سختیایی داره؟ بچه چقدر سختی میکشه، چقدر عذاب میکشه. حتی نمیتونه دیگه از راه دهنش غذا بخوره و با شلنگ از راه بینی بهش غذا بدن. شما چی میدونید؟ شما که میایید به راحتی توهین میکنید، میگید نه مردم نگفتن مردم رو ول کن، میخواید دایرکت همه مردم رو براتون استوری کنید ببینید که مردم گفتن که باید پیگیر باشید ببینید این پول چی شده. خدا برید زیر پست آقای افشانی ببینید چه کامنتایی براشون گذاشتن. شاید از 3000 تا کامنت 100 تاش برای به نفع آقای افشانی باشه، بقیهش بر علیهشه. خب ما میگیم جواب اینا رو بدید، ما میگیم حاشیه ها رو جمع کنید. ایشون شروع کردن از هلما حمایت کردن، 2 روز بعدش رفتن ترکیه عکس استخرشون رو گذاشتن. آیا این به ضرر هلما نیستش؟ اگه شمایی که میخواید از هلما حمایت کنید چرا یه کاری میکنید که مردم رو بر علیه هلما تحریک کنید؟ به ما اصلا ربطی نداره که شما چی کار میکنید چی کار نمیکنید. ولی شمایی که از هلما میخواید حمایت کنید حداقل یه مدت حاشیه‌هاتون رو بذارید کنار. اون که دیگه پیجای دیگه پخش نشد عکس استخرتون، خودشون گذاشتن دیگه. چرا هلما رو بردن توی حاشیه اگه نمیخواستن کمک کنن؟ الان هلما رو خیلی برده. آقای افشانی بزرگترین ظلم رو در حق هلما کردن. درسته هلما رو به همه شناختوندن ولی بزرگترین ظلمم به هلما کردن با اینکه پولا رو از حسابشون خارج کردن. اگه ایشون راست میگفتن باید به پول دست نزده بشه، چرا از حساب خارج کردن پولو؟ چرا نذاشتن تو حسابشون بمونه؟
کاری نداشتیم که همش بلوکه میکنن. نه پس چرا پول علی بلوکه نشد؟ چرا پول سید روحان بلوکه نشد؟ چون این آقا دارن از دید خودشون فقط صحبت میکنن. چرا میگن به انجمن اعتماد ندارن؟ مردم بر اساس همین انجمن به سید روحان اعتماد کردن و پول ریختن براش. چرا میگن انجمن که با دلسوزی داره برای تمام بیماران دیستروفی داره زحمت میکشه، میگن به انجمن اعتمادی ندارن؟ این آقا دارن به تمام مردم این کشور توهین میکنن، از اون بالا گرفته تا اون پایین دارن به همه توهین میکنن، به خانواده های اسمی دارن توهین میکنن. چرا مردم ها بر علیه خانواده اسمی دارن تحریک میکنن، میگن این پولا چی میشه؟ باور کنید یه قرونی از این پول، تازه بعضی خانواده ها خودشون دستگاه ها رو دارن تهیه میکنن، به خدا حتی برای تهیه دستگاه هم به این پول دست نمیزنن کسایی که خودشون میتونن. ما تمام خانواده هلما حتی کمک های خودمون رو به دست مامان هلما ندادیم، به کارت خود هلما ریختیم. چرا دارن این آقای افشه این حرفو میزنن؟ ما نمیتونستیم پول خودمون ندیم، نریزیم توی حساب بدیم به مامان هلما بگیم اینا خرج کن؟ این چه حرفی میزنن که میگن این خانواده ها از خانواده هلما با چی میگن دادستان بیاد ازشون بازخواست کنه که چقدر وارد شده چقدر خارج شده. تمام کسایی که با هلما از اول همراه بودن، ما هر روز توی کمپین هلما موجودیشو گذاشتیم. مامان هلما موجودیایی که توی کارت خود هلما بوده گذاشته. الان 41 تومن تو کارت خود هلما هستش. من سوالی که الان پرسیدم شما جوابشو دادید دیگه. میخواستم بگم که لحظه به لحظه این واریزی‌ها مانده حسابو شما داخل استوریا تو کانال بذارید که خودتون جواب این سوال منو دادید. بله اصلا میگم که اونایی که تو کمپین هلما هستن خودشون میدونن در جریان هستن. من از مادر هلما خواهش میکنم، از پدر هلما خواهش میکنم، خب اصلا از این حاشیه بیاد بیرون. چون به قول شما چه وارد حاشیه بشید، نه زمان اینو دارید که شما وارد حاشیه بشید، خب نه فرصتشو دارید، نه حس و حالشو دارید. خب الان تنها هدف هلماست. من از خود خاله هلما و از مادر هلما و از پدر هلما خواهش میکنم خب این حاشیه رو، حالا چه کی مقصر بود کی مقصر نبود و اصلا بذارید کنار. خب بذاریم الان دوباره به هلما فکر کنیم، بذارید فکر کنیم که آقا افشانی یا وجود داشته یا وجود نداشته، یا میخواست بله ما هم بهشون گفتیم یا انجام نده. اصلا از این حاشیه بیایم بیرون. خب اصلا از همین الان استوری شما یا لایو شما راجع به عملی، راجع به پیشرفت یا اصلا چیز هلما باشه که آقا انقدر جمع شده، انقدر دیگه مونده، ما پیش وزیر رفتیم، اصلا اگه کسی دکتری آشنا داره، آقا کسی اصلا تو کار گمرکی، کسی تو کار فرودگاه، کسی تو بهداشت آشنا داره، خب این حرفو ببره اونجا پخش بکنه. اصلا من حالا شاید من حرف زیادی بزنم، من کوچکتر از این آدمی هستم که بیام جلوی مادر هلما یا پدر هلما بخوام حرف بزنم. خب من خودم صاحب فرزندم، خب یه پسر 3 ساله دارم و حتی اگه یه دونه خار وارد پای پسرم بشه درک میکنم که الان مادر هلما داره چی میکشه. خب اصلا شما به پستایی که مردم میذارن توجه نکنید. من از مردم خواهش میکنم واقعا شما روتون میشه این بعضی از این پست‌ها رو بنویسید. حالا کی مقصر بوده کی مقصر نبوده، من و شما، من و مردم قاضی نیستیم که بخوام قضاوت بکنیم، که بیایم زیر همینجوری پست بزنیم، همینجوری تو این لایو داره توهین میکنیم. خب به کی داره توهین میکنید؟ به محسن افشانی، به خانواده هلما. شما تو اون جایگاه هستی که بخواید قضاوت بکنید؟ واقعا روتون میشه که توهین بکنید؟ واقعا خودتون رو جای خانواده هلما گذاشتید ببینید چه رنجی رو داره تحمل میکنه؟ واقعا نذاشتید که دارین پست‌ها رو میزنید. ولی ما باید وظیفه ما هستش که همه مردم رو توجیه کنیم، درسته یا نه؟ چرا دست شما درد نکنه، توجیه کردید، آقا ممنون، تشکر. من میگم شما الان خوبه چهره مادر هلما رو شما مشاهده بکنید، خب اصلا ولش کنید. مگه مادر هلما دیگه از این که به فرزند خودش قصه فرزندش خودشو بخوره میتونه قصه دیگه ای رو بخوره؟ اصلا ولش کنید چه اتفاقی افتاده. لایو از این به بعد لایو رو ادامه بدید برای کمک کردن به هلما، برای اینکه چقدر دیگه باید جمع شه، برای اینکه دیگه چی لازم داره. از الان به این ادامه بدید، اصلا وارد حاشیه نشید. الان شما وارد حاشیه میشید، نیم ساعت بعد آقای افشانی دوباره مثلا وارد
لایوش میشه، دوباره نیم ساعت بعد شما میخواد بشید، همینجوری ادامه میدید دوره. اصلا به جایی که مردم به حلما فکر کنن دیگه به حاشیه حلما فکر کنن. آقای افشانی، من حالا آقای افشانی شاید صدای منم شما بشنوید، دست بد شدین آقا. نگاه کنید، ما آخرین حرفمون رو میزنیم. من خاله هلما هستم و از طرف مامان هلما دارم میگم، چون خودش خیلی زیر فشار عصبی هستش، نگران حال بچهشه که چه اتفاقی میخواد براش بیفته. مامان هلما دست تک تکتون رو میبوسه که از بچهش تا الان حمایت مالی کردید، حمایت معنوی کردید. خیلیا بودن هر روز پیگیر حال هلما بودن، دستشون درد نکنه. واقعا ما از همه مردم ممنونیم. ما نمیتونیم مردم رو نادیده بگیریم. ما موظفیم به مردم جواب قانع کننده بدیم. از امروز هیچ کس از همین ساعت هیچ کس هیچ حقی نداره به کارت جز کارت هلما پولی واریز کنه. هر کی میخواد کمک کنه، هر کی میخواد پشت هلما باشه، فقط به حساب خود هلما، نه حساب کس دیگه. ما نگفتیم به حساب مادر هلما پول بریزن، نگفتیم به حساب پدر هلما پول بریزن، گفتیم فقط پولو به حساب خود هلما بریزین، چون ما مجوز داریم از انجمن به اسم خود هلما جمع کنیم و به اسم خود هلما هم جمع میکنیم و انشالله هلما ما خدای خیلی بزرگی داره، خود خدا کمک میکنه، هلما به درمانش میرسه انشالله. هر کس هم دوست داره ما رو یاری کنه، ما دست تک تکشون رو میبوسیم. هر کس هم دوست نداره، ما طلبی از کسی نداریم، بازم دست تک تک کسایی که مخالف ما هم هستن میبوسیم. ما طلبی از کسی نداریم، نمیخوایم به زور از کسی پولی بگیریم. ما میخوایم مردم توجیه باشن، مردم که دارن کمک میکنن ما موظفیم به مردم توضیح بدیم که این پول چی شده. از طرف آقای افشانی تا الان قرونی به حساب هلما نه واریز شده نه رسیده. اون لایوی هم که دیدید همون اولین و آخرین ملاقات با آقای افشانی بوده. ایشون تا چند روز پیش هم تا الان یک تماس نگرفتن حتی حال هلما رو بپرسن، حتی هم نیومدن هلما رو ببینن. ما خودمون رفتیم پیش ایشون، ایشون یه استوری گرفتن و گذاشتن، همین. ایشون گفته بودن، قول داده بودن خیلی کارو بکنن ولی نکردن. میتونستنم بکنن، ما طلبی هم نداریم، دستشون درد نکنه. ما که نگفتیم، به زور نگفتیم ایشون بیان این کارو بکنن، خودشون گفتن پیرهن بچهای پرسپولیس رو میگیرن، به بچهای فولاد میگن. نگاه کنید الان یکی از بچه‌ها نورسا از طرف نفت مسجد سلیمان بنرشو بردن، حمایت شد، کلی هم براش پول جمع شد، خدا خیرشون بده. آقای افشانی میتونستن این کار بکنن ولی نکردن. ما هم ازشون هیچ طلبی نداریم، ما فقط بهشون گفتیم مردم رو قانع کنید ولی ایشون نکردن. ما هم بهشون میگیم از این به بعد نمیخواد، دستشون درد نکنه، نمیخواد از هلما حمایت کنن یا به حساب خودشون پولی مردم بریزن. چیز بدی نمیگیم. ما کار نداری؟ من کمال تشکر دارم از همه مردم، دست تک تکشون میبوسم. خیلی ممنون که تا الان هلمای منو حمایت کردم. ممنون از لطفشون. دستتون درد نکنه. فقط دیگه به هیچ شماره کارتی جز شماره خود هلما هیچ پولی واریز نکنید.